بسم الله الرحمن الرحیم. سوال کردید که یه عمل مختصر و مفید و پرفضیلت در ماه رجب بگید. اگر بخوایم فقط یک عمل رو بگوییم، وجود نازنین پیامبر این ماه رو ماه استغفار و توبه معرفی کرده. ما تمام مشکلاتمون از گناهانمونه، یعنی گناهان است که مشکلات زیادی رو برای ما به وجود میاره و عامل بسیاری از سلب توفیقاته. ما اگر از گناهانمون استغفار بکنیم خیلی راه ها به روی ما باز میشه. از این جهته که عنوان میکنن در ماه رجب زیاد استغفار کنید و زیاد بگید استغفر الله و اسأله التوبه. یا در خود روایت پیامبر اومده در ماه رجب مثلا 100 مرتبه بگید استغفر الله الذی لا اله الا هو وحده لا شریک له و اتوب الیه. یا به نوعی در روایت اومده که در موقع عصر همیشه در ماه رجب مثلا 70 مرتبه بگید استغفر الله و اتوب الیه. باز در ماه رجب در اعمالش آمده که 1000 بار بگو تو کل ماه رجب. میتونی تقسیم کنی به بقیه روزا. استغفر الله ذا الجلال و الاکرام من جمیع الذنوب و الآثام. شما در نظر بگید چندین عمل مشترک ماه رجب پیرامون استغفار و توبه است. شما در ماه رجب اگر استغفار و توبه رو جدی بگیری، ورود بسیار خوبی میتونی داشته باشی به ماه شعبان و رمضان انشاءالله.